تو جزیره ما وقت سفر 3 نفر میان برای چمدون میبندن. من اصلا از این تئاتر خوشم نمیاد. اصلا اون اولش هم خوشم نمیومد. یکی هم میاد سنگ میذاره تو چمدونات، کلی سنگ که بارت سنگین بشه نتونی بری. پاسپورت هم نیست. مطمئنی؟ خوب بگم بابام برش داشت. خب آره. انقدر آدم تو این شهر هست که حالشون خوش نیست. میگم کجا داری میری؟ خودت میدونی. حق نداری بری. چیکار میکنی؟ فهمیدی این سوال میگم حق نداری بری، یعنی حق نداری بری. حق نداری بری. الان خیلی عصبانیه، ممکنه هر کاری بکن. آدرس اینجا رو که نداره. ممکن زنگ بزنی پلیس برداره بیاره اینجا. شهرزاد بابات اومده پایینه. ای وای. خوش اومدیم داریم میایم دیگه. منو که دیگه تو خونه راه نمیدم، امیر میدونه. بابا میگه بالاخره اینو یه روزی از تو جوب جمع میکنم. من که کلا گفتم اصلا قیصر نداریم تو کلاسمون، شب خوابشون ببر. نشستم بهش میگم بابا من با این گوگل بیشتر تو کلمه رد و بدل میکنم. نمیدونست گوگل چیه که فکر می‌کرد یه کسیه. نیکولای گوگل. شهرزاد اومده اینجا نه؟ نه من قرار بود بیاد اینجا. خودم باید یه نگاهی بندازم. میگم اینجا نیومد. خیلی خوب. شما خبر داده که فرار کرده نه؟ نه یعنی چی فرار کردی؟ پشت چراغ قرمز از ماشین پرید بیرون. یعنی ظرف 1 ساعت ممنوع الخروجیتون رو میگیرم. حتی قبل از اینکه برسید فرودگاه ممنوع الخروجتون میکنم. مگه اینکه یه کاری بکنید. چی کار کنیم؟ شهرزادو برگردونید پیش من. خیلی ساده میرم توی یه راه خاکی، انقدر میرم تا بالاخره یه جایی تموم بشم بیفتم.